به به عجب هوایی، بریم یه آب و هوایی عوض کنیم. ای بابا این رئیسم که ولمون نمیکنه. الو سلام تربه، چطوری؟ ببین باید بری برام یه ماشین ارتشی از پایگاه ارتش بدزدی. فقط حواست باشه گند نزنی تربه. حواست باشه رئیس بابا یه روز تعطیل ما رو ولمون کن دیگه. ای بابا بهت پول میدم که برام کار کنی تربه. خدافظ. ای بابا باشه بابا. بچه این چقدر این رئیس ما رو اذیت میکنه. یه روز تعطیل ما رو ول نمیکنه. میخواستم امروز برم با این ماشین خفن قشنگم اشغال کنم. شما یه نظر بدید ببینم اگه اقتدا بهش نمره بدین به این ماشین. من که خودم 10 میدم. تو کامنت نمرتون رو بنویسید. خیلی بابا ما چجوری آخه بریم تو آتش گیر نیفتیم. ولی یه سری فکرهای الان به ذهنم رسید. به نظرم بریم هلیکوپتر برداریم، با هلیکوپتر بریم. خدا وکیلی ماشین نیست که. آی بچه این دست فرمون من نیست که بله. خدا وکیلی دست فرمون من نایس. این ماشین یکم هندلینگش خوب نیست دیگه. بعد اینجا هم آخه مال ماشین نی، مال پیاده رویه، یه ذره نمیشه خوب رفت. بعد مهم رانندگی من خلاصه خوبه. ما رسیدیم، اینم از هلیکوپتر. بذار اینجا بیام برگردیم پاک کنیم هم اینجا و بعدش بیایم ماشین رو برد. حالا نمیدونم ماشینش چه شکلیه، ولی وقتی که رئیس میگه یعنی ماشین خیلی خوبیه. سلاحمون هم که کامله و یه نکته چیز خیلی مهم، این هلیکوپتر مال خشکی نیست. چون من پولم کم بود مجبورم هلیکوپتر رو بخرم چند وقت پیش برای یکی از دوزی که میخواستم برای رئیس انجام بدم. میخواستیم به تو دریا بود، میخواستم از یه کشتی دزدی کنم. حالا این رو آب میتونی نگهش داری، پایاشو که میبینید واسه رو آب وایسادنه چون کیوب به جنسش. یه سری موشک و اینا هم میزنه که حالا میخوایم باش اونجا به هم بریزیم پایگاه ارتشو. ببین من چقدر پلیدم. من پلید نیستم، فقط خشنم. ببینید 2 مدلم موشک داره اگه اشتباه نکنم که الان بذاری بزنم ببینید. الان دیدید زدم. خلاصه که موشکش خوبه. میخوام برنامه دارم موقع که ورود میکنم به پایگاه ارتش اول یه دونه موشک بزنم بعد پیاده شم. فقط باید دعا کنم که پدافندشون منو نزنه. پدافندشون خیلی قویه، یا مثلا جنگنده بلند نشه بالا سرم منو بزنه. اینا الان یه دونه موشک زدم سمت پایگاه. گنبد دومی رو هدف گرفتم، به زدمشون. آجی داشتون به صدا در اومد. بس سریع فرود بیام که نزنن من رو هوا. فرود خیلی نه. شانس بردم زیاد. بذار این آرپیجی رو بیاریم بیرون. بذار این کی هست بزنیمش. اون جیسه خوبه زدمش. مانو بوده این که دیگه. ای بابا این رو دیگه زدم. من تیراندازیم خوبه، واقعا خوبه. این آرپیجی داره مشکل داره متاسفانه. به این جت جنگنده رو ببین. بچه که دوست تو ویدیو برای جت جنگنده بدوزیم خب برام کامنت بذارید که جت جنگنده رو بدوزیم و بدیم به رئیس. خب جت سیفور بذار. بابا اینا خیلی نامردن ولی کار رو برام راحت کردن. این سبزه رو برداریم، تو سبز بیشتر به ارتش میاد. خب بریم نمیزیم تو فرودگاه. بچه نیترو هم داره، ضد گلوله هم هست، یه مسلسل هم مثل این که داره. خلاصه که ماشین خفنیه. فرض کنترلش سخته با این نیترو، چون نیترو خیلی سرعتش رو زیاد میکنه. از کنترلش سخته و گفتم که کنترلش سخته. نیتروش هم که میزنی اصلا ماشین دیگه نمیشه نگه داشته فرمون داد. بریم از پایگاه ارتش بیرون. خب بچه اگه تا اینجا ویدیو دنبال کردیم با من، کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیومو لایک کنید و ازم حمایت کنید، چون واقعا من الان با پلی استیشن دارم ویدیوها رو میگیرم
و اگه از من حمایت کنین من میخوام کانال به مارین تایز برسونم که بتونم یه دونه پیسی بگیرم و ویدیوهای بهتری براتون بگیرم. خب ما این ماشین رو ببریم میذاریم همون جایی که همون فرودگاهی که ازش اومدیم تا رئیس بیاد به زیر دستش بگه بیاد برش بعد. خلاصه که این ماشین خیلی خفنه ولی من نمیدونم چرا تا الان ندیده بودمش توی بازی. فکر کنم ارتش از خارج واردش کرده چون توی بازی من اصلا ندیدمش. تو همونجوری که میچرخم من اصلا اینو ندیدم. اینجا هم مثل که به خدا من دست فرمونم تقصیر این ماشینه. به خدا تقصیر این ماشینه. کسایی که میگن تقصیر این ماشینه تو کامنت یه دونه عدد 5 بفرستن. واقعا تقصیر این ماشینه. ولی عجب لینگویی داره. کاش مثلا میتونستیم همشو برداریم یکیشو بدیم به رئیس یکیشم خودم بردارم اینجوری بهتر بود. ولی تو ویدیو بعدی با همین ماشین میریم مأموریت با همین ماشین. خب اینجا هم که دست و اگه شما مثل من از قادریل بدتون میاد یه لایک بکنید خدا وکیلی. این قادریل خیلی میمخه. اصلا رانندگی که میکنید من یه سره باهاتون تصادف میکنم. بچه اون ویدیو قبلی دیدین که توش لامبورگینی دزدیدن؟ اگه ندیدین برید ببینید. وای بچه یه مردی بهم زنگ زد گفتش که برو از سیمیون 2 تا ماشین لامبورگینی بدزد. یه دونه لامبورگینی یه دونه بوگاتی. حتما ببینید خیلی خفنه. خب ماشین رو بذاریم همینجا و بریم به سمت جلوی زنگم بزنیم. الو رئیس من ماشین رو آوردم فقط اگه میشه این جایزه منو بزن پولمو بزن. ترور تا یه ساعت دیگه پولت تو حسابته. آفرین بهت. خدافظ. باشه رئیس خداحافظ. اگه مأموریتشی بهم بگو. خب بچه ممنونم که ویدیو من دیدین. مواظب خودتون باشید تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.